فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات ایلاوگی برای رشد و انکشاف کودکان و نورسان و به کسب آموزی و زباندانی فرا گرفتن آنها مساعدت نموده به این سمت از جانب حکومت مملکت توجه خاص ظاهر کرده می شود. در همین زمینه جهت هرچی بیشتر جلب نمودن کودکان و نورسان و جوانان به تحصیلات ایلاوگی در مؤسسه تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهرنو روزی درهای گشاد برگزار گردید. در چاره‌بینی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی کودکان و والدان آنها اشتراک نمودند. گفته شد که این روند برای معرفی نمودن امکانات و استعدادهای نوآور و انکشاف دادن ملکه و مهارت دانش اندوزی نسل نورس و جوان زمینه واقعی می‌گذارد. زیرا خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در وقت‌های خالگی می‌توانند به چنین مؤسسه‌ها آمده بهر آینده درخشان خود کسب را انتخاب نمایند و دانش و ذکاوتشان را صیقل دهند. حالا در مؤسسه تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهرنو محفل‌های گوناگون عمل می‌کند. از جمله در محفل انکشاف نطق کودکان سنی از 5 تا 8 ساله جلب کرده می‌شوند که در آن با تکیه به خصوصیت‌های رشد شخصی کودکان، انکشاف ذهنی آنها، شوق و هوس درک کنی با استفاده از اصول‌های فعال تعلیم آموزش به راه مانده شده است. در محفل گلدوزی ملی و دوزندگی باشد دختران از نازکی‌های چهوری برخوردار گشته انتخاب درست متا، طرح و شکل آرایش ملی و تربیه اتیکی و استتیکی را از خود می نمایند. در اینجا بعد از درس در بست دوم دخترها از ساعت 2 با رازگی پدر و مادرشان آمده کسب‌های بافتن کرتچه های کودکانه، شبکچه ها، جراب ها، کرتچه های گوناگون زمستانه و تابستانه را دوخته آماده می کنند. یعنی آنها هم کسب یاد می گیرند هم به روزگار و به افزودن شرایط زندگیشان یاردم خیلی کلان می رسانند، هنر می آموزند. بسیار خوب است که مادران هم همین هنرهای ما را خوش قبول کردند و در خانه با دختران خود مشغول می شوند. همزمان در این مؤسسه محفل‌های دستان ماهر موسیقی و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی به راه مانده شده است که خوانندگان می‌توانند از چنین امکانات‌های فراهم گردیده با ثمر استفاده نمایند. مورد ذکر است که چند قبل در این مؤسسه محفل آموزش کامپیوتری نیز به فعالیت آغاز نمود که با تکنولوژی معاصر و اتاق بر هوا مجهز گردانیده شده است. در مؤسسه تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهرنو همساله صدها نفر کودکان و نورسان و جوانان به دانش آموزی و از خود نمودن کسب جلب کرده می شوند و خوانندگان این درگاه در چاره‌بینی ها فعالانه اشتراک می نمایند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهرنو، اخبار.